یک برادر دیگر و شیعه عائشة العنها عائشة العنها حفصة العنها حفصة العنها كل من يحبهم يطاع الأمرهم. که ملت مسلمان با وصفی که کتاب الله در خانه شد در مسجد شد و حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که کتابای زخیم است امرایش است دنبال دموکراسی لعنتی کفری روان داد از دموکراسی میزد و رئیس پارلمان و وزیر و رئیس دولت و مسلمان معلم هر کسی که هستی کلمه دموکراسی را دیگه از دهنت بنداز جواب دندان شکن در مقابل کافر بده خبیث توسط این کلمه دموکراسی خود آخر زبان طعن در رسول الله پیش کردن کلمه نعوذ بالله استهزاء و مسخره را نعوذ بالله به چهره رسول الله پیش میکنه تو خبر داری که ازمی دموکراسی است و داد ازمی دموکراسی میزنه آیا دموکراسی که به احترامی رسول تو را نعوذ بالله روا بدانه تو دموکراسی را قبول داری؟ کلا قطعا قبول نداری. ما میگم پذیرفتن دموکراسی مرادف کلمه هیچ دولت ساختنی نیستیم که اون دولت بیرون باشد از اون چیزی را که برای مردم ما یگان چیز جدید باشه. دولتی که ما میخوایم تشکیل کنیم اون دولتی آزاد باید باشه، در اون مسیحی آزاد باشه، در اون مسلمان آزاد باشه، در اون حجاب آزاد باشه، در اون زردشتی آزاد باشد، در اون یهودی آزاد زندگانی کند، در اون شیعه آزاد باشد، در اون همه آزاد باشد. هیچ کس ظلم نکند. من یک سنی حنفی هستم، نباید به کسی ظلم کنم. یک برادر دیگر و شیعه است، یک برادر دیگر من یک مذهبی دیگر است. خلاص با کاری خودش رفتن بگیره. ما با کسی کاردار نیستیم. ما با عقیده و با یعنی که ملت مردم و با زبان کسی کاردار نیستیم. اونش که حجاب بپوشد، اونش که ریش میگذارد گذارد، اونش که ریش همت باشد به خودش مربوط است. ما یگان دولت تشکیل کردنی نیستیم که با زوری مردم زیر یک عقیده و زیر یک فکر جمع کنیم. چنین کاری نمیتونیم کردن و چنین چیزی هم یعنی در فکر هیچ کسی مون نیست. دموکراسی رو چرا میگن کفر است؟ به خاطر ازی که تعیین ارزش اسلام برای الله میته و دموکراسی برای انسان میته. مرگ به دموکراسی. این دموکراسی لعنتی از دنیای غرب آمده ما را بیخی بی خود کرده. عزت ما، حیثیت ما، مرتبه و افتخار ما کدام دین است؟ اسلام. کدام کتاب است؟ قرآن. پیروی از رسول الله را افتخار خود قرار میدیم. برادر گرامی، بار دیگر گفته ایستم، مسئله تکفیر خیلی وزمین است. مسئله تکفیر خیلی وزمین است و آنانی که شاگردای انا همین مدنی بدبخت هستند باید بدانند که اونها والله از اسلام خارج دجال مدنی آمدگیان در آلمان و همون گپا را تبلیغ کرده گشته ایستند. بار دیگر به تمامی برادران تاجیکی که مقیم آلمانان برسونیم، هر یک کدوم همونایی که همتر عقیده دارن برسونشون در مقامات آلمانی. انکه حاضی همون خونه سوخته گرفتگی در جایی که دیدش همون را بچهای اروپا و شاگرداش هم که دیده که همین دعوت دارن در همین درونی گروه هاش دگن در درونی معرکه ها اون را بخیرید در مقاماتی یعنی که پلیس های همونجا بسپارشون، یعنی ثواب های اجر داره. ابو دجال برو با چهره قطعی رنگی عروسا وره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلانی مرتضی فلانی کافره و روی و چت سیا لعنت کرده.